اومدید به ویدیو دیگه. امروز قراره آموزش دانلود مود تون 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 سحور برای ماینکرافت اندروید بذارم. خب بچه ها همتون حتما این میما اصلا نتمو روشن کنم. شما بچه ها حتما این میما دیدید که میگه تون 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 سحور. این میما خیلیتون دیدید. تا دلتون خواستم امروز میخوام بهتون یاد بدم چه شکلی اون کاراکتر را بیاید روی ماینکرافت موبایلتون. خب بچه اول از همه وارد اپ روبیکا میشید. میرید تو قسمت سرچ و سرچ میکنید پرهام گیم. بچه سرچ میکنید پرهام گیم پلی رو روش میزنید. خب وارد کانالش میشید بچه ها و میایم بالا اینهاش بچه ها میرسید به مود توم 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 سحور توم 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 سحور برای ماینکرافت موبایل. بچه ها دقیقا نوشته موبایل، ولی حتما دقت داشته باشید که باید نسخه ماینکرافتتون از 1.21.70 به بالا باشه. خب بچه وقتی میزنید روی میزنید بچه ها و دانلودش میکنید، بعد روش کلیک میکنید. ماینکرافت رو گزینه ماینکرافت میزنید بچه ها. وقتی روی زدید بچه ها وقتی ماینکرافتتون بالا اومد رو گزینه پلی میزنید، صبر میکنید که بالا بیاد. بالا لحظه خوبه. خب بچه میای رو create new word میزنید، create new word و